أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. از حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله عنه روایت است که فرمودند: پسر بچه نابالغ بودم و در تربیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار داشتم. دستم در داخل ظرف طعام دور میزد، یعنی از هر جانب ظرف دست دراز کرده طعام میخوردم. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای من فرمودند: ای پسر، بسم الله بگو و با دست راست و از پیش خود بخور. روایت بخاری و مسلم. عمر بن ابی سلمه فرزند ام سلمه رضی الله عنها، مادر مؤمنان و همسر پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می باشد. او در تربیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار داشت. بنابراین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب به او تمام امتش را این آداب طعامخوری را تعلیم دادند، یعنی در ابتدای طعامخوری بسم الله گفتن، با دست راست طعام خوردن و در یک ظرف از پیش خود طعام خوردن. خداوند همه ما را رعایت کردن این آداب نبوی را توفیق عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. والسلام على من اتبع الهدى. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات.